از اونجایی که برنجک قبلی که با پلو درست کرده بودم خیلی مورد استقبالتون قرار گرفت، آموزش برنجک با برنج آبکش شده رو هم براتون آماده کردم. 1 پیمانه برنج رو میشوریم میذاریم خیس بخوره و بعد اینکه خیس خورد بذاریم بپزه. دلیل اینکه نمکم اضافه کردم و توی کپشن نوشتم. برنج رو از حد معمول نرمتر برمی‌داریم و بعد آبکش می‌کنیم. بعد آبکش کردن برنج خوب بشورین که نشاسته اضافی شسته بشه. اگه برنجتون آب داشت حتما روی یه پارچه پهنش بکنین تا آب اضافیش کاملا کشیده بشه. در صورت دلخواه میتونین از زعفرون یا رنگ خوراکی برای رنگ کردنش استفاده بکنین. برنج رو به صورت خیلی نازک روی سینی پهن می‌کنین و روی بخاری با حرارت خیلی کم می‌ذارین که خشک بشه. اگه توی فصل گرما بودیم میتونیم جلوی آفتاب اونو خشک بکنیم. من از 1 پیمانه برنج خام 1.5 پیمانه برنج خشک شده گرفتم و این بستگی داره به نوع برنج و حجمی که موقع پخت پیدا میکنه. برای سرخ کردن حتما باید روغن داغ باشه و برنج داخلش قوطه ور باشه. برای شهد هم نصف لیوان آب به همراه 1 لیوان شکر و 2 قاشق آب نارنج و در صورت دلخواه گلاب و هل رو میذاریم که بجوشه تا به غلظت برسه. غلظتش باید مثل عسل باشه و در صورتی که داخل آب سرد ریختیم خودش رو سریع جمع کنه و حل نشه. شهد رو تا زمانی که داغه به برنجک اضافه میکنیم، ولی موقع اضافه کردن یک دفعه همه رو اضافه نکنیم. ممکنه مقداری از شهد اضافه بیاد. سینیمون رو چرب میکنیم و موادمون رو به سینی انتقال میدیم. یه ذره آب کنار دستمون میذاریم و دستمون رو نمدار میکنیم و موادمون رو کاملا فشرده میکنیم و بعد از خنک شدن اونو برش میزنیم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. برای دیدن آموزش‌های بیشتر یه سر به پیجم بزن.